سلام به کانال نروسافت خوش اومدید. خیلی خوشحالم که با دوره CCNA 200-301 در خدمت شما دوستان هستم. کمپانی سیسکو یکی از کمپانی‌های پیشرو در زمینه فناوری اطلاعات هست. این کمپانی در سال 1984 تأسیس شده. همه ما سیسکو رو با سویچ‌ها و راوترهای اون میشناسیم. البته باید بگیم که امروزه سیسکو در زمینه‌های متفاوتی چه در حوزه نرم افزار چه در حوزه سخت افزار در حال فعالیت هست. یکی از مواردی که سیسکو خیلی به اون اهمیت داده تعریف دوره‌های آموزشی در کنار تولید دستگاه‌ها و دیوایس‌های خودش است. شاید بپرسید چرا؟ باید جواب این سوال رو اینجور بدیم که سیسکو اعتقاد بر این داره که وقتی اون دیوایس رو تولید میکنه و به بازار وارد میکنه حتما با کارشناس اون هم برای راه اندازی کانفیگ و پیاده سازی شبکه‌های مبتنی بر سیسکو وجود داشته باشه. یه همایش سیسکو داره که هر ساله برگزار میشه. عنوان این همایش سیسکو لایف هست. توی سیسکو لایف 2019 بود که سیسکو اومد شکل مدارک خودش رو بعد از 20 سال تغییر داد. یکی از مواردی که اتفاق افتاد در سطح CCNA بود. تمام CCNA ها کنار گذاشته شد. یک دوره تدوین شد تحت عنوان CCNA 200-301 که دروازه ورود به دنیای سیسکو هست. تو این دوره که یک دوره بسیار جامع و کامل هست، کاربر در سطح CCNA یاد میگیره که شبکه‌های مبتنی بر سیسکو رو راه اندازی کنه. این دوره پیش نیاز خاصی نیاز نداره. تنها مواردی که سیسکو برای ورود به دوره CCNA 200-301 بهش تاکید کرده مبانی شبکه و آشنایی با مقدمات شبکه است. با ما همراه باشید.